تو اگه بخوای بهش میدونستی حتما. آره من اینو میدونستم. منم میدونستم. خیلی خوب گفتی، خیلی خوب گفتی. اصلا این حرف دهن تو بود. قربونتون برم. اصلا این حرف از زمانی که به وجود اومده که بیاد تو دهن شما. مرسی. قربونش. اگه یه موقع عطسه کردی و اومدم بهت گفتم عافیت باشه، تنها چیزی که دوست دارم ازت بشنوم اینه که بهم بگی ممنونم. دیگه این مسخره بازی‌ها که چجوری وارد خونم شدی، چرا پنجره‌ام شکسته و الان زنگ میزنم پلیس، همشون بی‌معنی هست. من وقت واسه این چیزا ندارم.